خب چشای من سلام و درود، خیلی خوش اومدی. حالتون چطوره بچه؟ امروز میخوام بهتون بگم که دیگه اپل آیدی رو از فروشنده، مغازه‌دار یا به صورت آنلاین با قیمت‌های هنگفت خریداری نکنید. چرا؟ من چون داداشم همین چند روز پیش رفت آیفون 13 گرفت و متاسفانه چون با من هماهنگ نکرده بود، تو فاکتورش نگاه کردم 500,000 تومان فقط هزینه اپل آیدی ازش گرفته. خب این روشی که میخوام بهتون بگم بچه، ساختن خود اپل آیدی نیست. خب چرا خودش نیست؟ چون اپل آیدی اگه بخواین خودتون به صورت دستی بسازین کاری نداره، وارد سایت اپل میشین، اطلاعاتتون رو وارد میکنین، میسازین، واقعا کار خاصی نداره. فقط دلیلش اینه که کسی نمیتونه بسازه اینه که چون تو مراحل ساختش ازتون اگه اشتباه نکنم پستال کد میخواد. پستال کد یعنی چی؟ یعنی شما واقعا باید توی کشور خارجی مثل انگلیس، آمریکا، بریتانیا خونه داشته باشین یا مغازه داشته باشین که اطلاعات کارت بانکی اون کشور رو بدین بهش و یه سری مشخصات خونه مثلا کد پستی، پلاک، اینا رو بدین و اینا واقعا باید واقعی باشه. یعنی به هیچ عنوان نمیشه دور زد این روش رو. خب شاید مثلا یک سری بهتون بگن آقا بیان این فیک فلان فلان، ولی خطرناکه. چرا؟ چون اگه فیک بزنین، اپل آیدی هم که خودتون میدونین دیگه، مثلا گوشیتون 50 میلیون 100 میلیون پولشه، اپل آیدی فیک رو میزنین، لاگین میشین، یه مدت کار میکنین، بعد مدتی میفهمین که آیکلودش قفل کرده و گوشیتون به فنا میره. این روشی که بهتون میگم بچه ها، اصلا موبایل فروش ها خوششون نمیاد که شما بدونید چی کار میکنیم. وارد مرورگر میشیم، مثلا همیشه سرچ میزنیم اپل آیدی 24، سایت بالا میاد، وارد سایت میشین. من از قبل وارد حساب کاربریم شدم، باید حساب کاربری بسازین. چرا؟ چون اپل آیدی رو که خریدین به حساب کاربریتون ارسال میشه یا به جیمیلی که ساختین، پس باید حساب کاربری بسازین. حساب کاربری هم که دیگه کاری نداره، یک شماره تلفن و یک کد تایید اس ام اس. وقتی وارد حساب کاربرتون شدین میایم پایین سفارش آنلاین اپل آیدی، همونطور که میبینید کشورها رو بهتون پیشنهاد داده و یه سری پوینت ها یا امتیازهای مختلف. چیزی که همیشه خودم استفاده کردم اپل آیدی آمریکا تحویل فوری بوده. چرا؟ چون هم قیمتش مناسبه، هم دائمی و واقعا بدون محدودیت. یعنی شما با این اپل آیدی لاگین کنین تو گوشیتون، تو استور یا بحث نرم افزار و دانلود دیگه بهش مشکلی نمیخورین، چون رو ریژن آمریکا همه چی بازه. خب دیگه اونایی که آیفون دارن میدونن چی میگم. همونطور که میدید مبلغ قابل پرداخت 88,900. امروز هم که دیگه تاریخ الان دیگه خودتون دارین میبینید 3-4 روز دیگه عید، سال تحویل. خرید رو میزنین، میخرینش، میاد توی قسمت لیست سفارش ها. همونطور که میبینید من با این سایت خیلی وقت دارم کار میکنم، اینا لیست خریدای منه که از 59,000 تومان موقعی که بود من داشتم میخریدم. این گزینه رو که بزنین اطلاعات اپل آیدیتون رو بهتون نشون میده. من واسه بحث مسائل امنیتی دیگه نمیزنم. شما به این روش میتونید به صورت امن و به صرفه واسه خودتون اپل آیدی بگیرین. اطلاعاتش هم وقتی واسهتون میفرستن، جیمیل میکنن یا به حساب کاربرتون میفرستن، فکر کنم اس ام اس هم به شمارتون میدن. شما اطلاعات هستش دیگه، نام کاربر، یوزر، وارد گوشیتون میکنین و میبینین که اپل آیدیتون لاگین آیفونتون شده. حالا یه نکته است، خیلی دوست دارن اپل آیدیشون رو شخصی سازی کنن. خب مثلا اسم و فامیل خودشون رو بذارن، اونم واقعا کاری نداره، یک دونه آیکلود بنویسین. خب میبینین که آیکلود مینویسین، فیلتر هم نیست، راحت بالا میاد. سایت آیکلودی که ساین میکنین اطلاعات اپل آیتون رو وارد کنین، وارد حساب کاربرتون میشین. این روش فکر کنم با آیفون نمیشه، باید با اندروید یا کامپیوتر باشه. خب اطلاعات اپل آیتون که وارد کردین حساب کاربرتون باز میشه و راحت میتونین اینجا ویرایش کنین، اسم و فامیلتون رو بنویسین، سنتون رو بنویسین و اینا. فقط ریجن رو سعی کنین ایران ننویسین یا شماره تلفنتون رو وارد نکنین. همین. اگه دوست داشتین کانال رو حتما فالو کنید. من علیرضا قنبری هستم، کانال آموزشیمه. زنگوله ویدیو رو هم دوست داشتین بزنید که هر وقت از این مطالب به اشتراک گذاشتم متوجه شین. دوستتون دارم، چشامین. خدا نگهدار.